بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. امروز میخوام که در اینجا از جیب خودم شروع بکنم. رسول الله صلی الله علیه و سلم در روایتی که حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها روایت فرمودند در صحیح بخاری میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که السواک مطهرة للفم و مرضاة للرب. مسواک مایه و ابزار طهارت و پاکیزگی دهان هست، ابزار بهداشت دهان و دندان هست و موجب رضایت الله متعال. یعنی این که ما از دو جنبه با مسواک زدن مورد عنایت الله متعال قرار میگیریم. از یک جنبه این که ما با مسواک زدن الله متعال رو راضی میگردانیم و از جنبه دیگر این که با مسواک زدن طهارت و پاکیزگی دهان رو ما کسب میکنیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد مسواک بنابر روایت حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمودند که لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع كل صلاة. تا این اندازه تأکید فرمودند رسول الله صلی الله علیه و سلم که اگر بر امت من سخت نمیگذشت من دستور میدادم که مسلمانان در هنگام هر نماز مسواک بزنند. همین مسواک چوبی که هر جا فراوان هست و دستیاب هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم از این مسواک استفاده میکردند وقتی که وضو میگرفتند، وقتی قرآن تلاوت میکردند، حتی شبها وقتی که به قیام اللیل و نماز تهجد برمیخواستند و وقتی که وارد مسجد می شدند، وقتی که از خواب بیدار می شدند. رسول الله صلی الله علیه و سلم عادتشون بوده که این مسواک چوبی رو استفاده می کردن و با همین مسواک چوبی یا مسواک های دیگری که هست خمیر دندان وقتی که انسانی استفاده بکند معنیش این هست که رضایت الله متعال رو هم کسب کرده و هم این که طهارت دهان و دندان و بهداشت دهان و دندان رو در واقع مراعات کرده. این فضل الله متعال هست که به ما آموزش داده که حتی در مواردی که از نظر ظاهری به نفع ما هست، طهارتی هست برای جسم و جان ما، مانند مسواک زدن، مانند وضو گرفتن، مانند غسل کردن، اما تمامی این موارد رو الله متعال به عنوان یک عمل خیر هم از ما میپذیرد و موجب رضایت الله متعال میگردد. پس بنابراین سعی بکنیم که همیشه در هنگام هر نماز و در هنگام هر وضو، در هنگام تلاوت قرآن، در هنگام برخاستن از نماز از خواب برای نماز تهجد یا هنگام ورود به منزل از این مسواک چوبی که رسول الله صلی الله علیه وسلم همیشه از آن استفاده می‌کردند من و شما هم استفاده بکنیم تا این منافع رو الله متعال نصیب حال من و شما بگرداند. و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.